کسی که علی رو دشنام بده منو دشنام داده و کسی که منو دشنام بده الله سبحانه و تعالی رو دشنام داده. این روایت خود متن این روایت مشکل داره. خود متن این روایت مشکل داره. وانگهی یک روز میان میگن که معاویه نمیدونم در روایت مسلم گفته که به فلان صحابی گفته که چرا علی رو سب نمیکنه. ببین که معاویه دشنام داده. کجا دشنام داده؟ این میپرسه که در زمانی که نواصب، ما شیعه داریم، ناصبی داریم، اهل سنت داریم. اهل سنت محبت اهل بیت و صحابه رو در دلشون دارن، نواصب با اهل بیت مشکل دارن، شیعه با صحابه مشکل دارن. دو فرقه گمراه هستن، فرقه نواصب و فرقه روافض. دو فرقه گمراه هستن. اهل سنت فرقه صحیح و درست مطابق قرآن و سنت هستن. حد اعتدال، محبت به صحابه، محبت به اهل بیت. وانگهی قضیه محبت مؤمنین واقعی و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم به اهل بیت رسول الله، به سیدنا علی با وجود اینکه گاهی اوقات بینشون جنگ هم صورت گرفته، بر هیچ کس پوشیده نیست. شما به جای اینکه بیایید جوانب مثبت زندگی صحابه و اهل بیت رو برای مردم مطرح بکنید، پیچیدید به روایت‌های ضعیف تا برای مردم ثابت بکنید که آقا دشنام میدادن به هم دیگه و دشمن بودن با هم دیگه. یعنی آیا امروز برای ما مسلمانانی که در قرن 20-21 داریم زندگی میکنیم چه نفعی داره؟ الله متعال در قرآن میگه تلک امة قد خلت، این امتی بود که گذشت، لها ما کسبت و لکم ما کسبتم، هرچی کردن برای خودشان کردن، شما هرچی کنید برای خودتان میکنید. ولا تسألون عما كانوا یعملون، و شما نمیپرسن که آنها چی کار میکردن. از شما نمیپرسن که مغیر ابن شعبه چی میگفت، از شما نمیپرسن که معاویه چی میگفت، از شما نمیپرسن که علی چی میگفت، از شما نمیپرسن که ابوبکر و عمر و عثمان رضی الله تعالی عنهم اجمعین، رغم انف روافض رضی الله تعالی عنهم اجمعین چی کار میکردن. از شما میپرسن که بابا پروردگار تو کیست، پیامبر تو کیست، کتاب تو چیست. از تو اعمال خودتو میپرسن برادر عزیز. تاریخو ولش کن. شما شیعیان مشکلتون اینه که دارید در تاریخ زندگی میکنید. بیاید در واقع زندگی بکنید. در عراق عقب مانده ترین ملت شما هستید. در ایران عقب مانده ترین ملت شما هستید. عقب مانده ذهنی، عقب مانده فکری، عقب مانده فرهنگی، عقب مانده تمدنی، عقب مانده علمی. در پاکستان بدبخترین مردم شما هستین، در افغانستان بدبخترین مردم شما هستین. چرا؟ چون شما دارید در 1400 سال قبل زندگی میکنید. شما دارید در جمل و صفین زندگی میکنید. تموم شد رفت. نامه اعمالشون از من و تو نمیپرسن که اونا چی کار میکردن. از من و تو میپرسن که شماها چی کار کردید در این دنیا.